بعد یک مسابقه مچندازی با پدر عروس بره، اگه تونست میتونه این دیر اومدنشو جبران کنه. چقدر زلیخا جون شبیه چیزه، آرام جعفری. مریم مقدس بود. در نقش مریم مقدس نبود، یک دیگه بودا. درود عزیزان، چطور؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. پریسا هستم، خوش اومدید به چنل خودتون. خیلی خوش برگشتید عزیزان دلبنده. سینا هستم. ما برگشتیم با یک موزیک بسیار زیبا. خیلی قراره لذت ببرید، خیلی قراره داغ باشه این آهنگی که 23 ساعت پیش بیرون اومده. بریم بشنویم از بانو زلیخا و دقایقی رو با هم گپ بزنیم، لذت ببریم، برقصیم. خلاصه دیگه لایک کنید ویدیو رو، چنل سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و زنگوله رو، بله زنگوله رو فعال کنید که این زنگوله بود که هر موقع ما ویدیو جدید میذاریم من براتون بالا میاد نوتیفیکیشن و تشریف میارید و دوره هم عشق میکنید. به به. حاضرید؟ چقدر گرمه. هوا بسیار ناجوان مردانه گرم شده. تابستان در پیش. این تازه بهاره، الان اواسط بهاری. چه تابستانی بشه. زلیخا جان رو بریم دختر فرخور. لالای لالای لای لالای لالای لای لالای لالای لای هی لالای لالای لای یک گلی ترزه بشی گلزارمی همچو زلیخای وفادارمی دختری فرخارم صد بچه خوش دارم یک تهکش یارم دیگش چی در کارم هی هی انا جنبان جنبان میروم بر ببری یارم دختری فرخاره و صدقه فرخارم جنبان جنبان میروم بر ببری یارم دختری فرخاره و صدقه فرخارم. پدر وارد می شود. اون تصویری که چه روستا و محل و منطقه فرخاره دیگه، احتمالاً اسم منطقه اونجا شبیه بهشته، شبیه پوستره. اصلا عجیبه. اون تکیه هست که وایستادن همه خانوما با هم. یه بار استاپ کنیم قشنگ فوکوس کنیم رو منظره. عجب روستایی، جای عجیبی. کیسه باکسش. داماد آینده میاد جای کیسه باکس. هرچی کردم رام بدامش کردم کفترکی گوشه بامش کردم هی سخت طلبگارای تشنه دیدارای نازای زلیخارای بجان خریدارای هی جنبان جنبان میروم بر ببری یارم دختری فرخاری و صدقه فرخارم انا جنبان. این لباسی که اینجا بر تن بانو هست شبیه چیه برات تداعی کننده چیه؟ به اون نقش و نگارای زیباش شبیه سفره‌های قلمکاریه که توی مثلا شیراز زیاد میفروشن. چه قشنگه طرح نقشش. جنبان جنبان میروم بر ببری یارم دختری. اینجا که یکم از دورتر نشون میده. بعد از اینجا نگاه کن. هر چیزی که سنتی باشه واقعا قشنگه. صدقه فرخارم انا جنبان جنبان میروم بر ببری یارم دختری فرخاری و صدقه فرخارم. بابا رو میبینی استرس میگیری؟ آره دیگه میخواد بیاد یه خرابی وسط ماجرا بکنه. آره نه میخواد پشت باله. با ورزشکارم هست. فرخارم هی افتام زده در تگ دالو نکمه سهری روزه رحمه نکده بر دل نادو نکمه زغم سوزه روزه بشوه در برم همسایه شوی ای دل جانه همسایه شویم خوبه یک جای شویم خوبه دو جفتکی بد سایه در سایه شویم خوبه دو نودنی حال سایه در سایه شویم خوبه. واه اصلا کدوم منظر اینا؟ من فکر میکنم فوتومونتاژ الکی شوخی میکنم. چه شوخی بدی؟ نه واقعیت اینه که این قسمتی هم که خونده شد بانو زلیخا به نظر من دارم دری میشنوم شعر رو. منم دری شنیدم. آره ولی یعنی خب دیگه بچه‌ها
و یه تداخلی کاملا داشت چیز دیگه. دیگه. یعنی میگم شاید بازم از مناطقی از تاجیکستان که اون لهجه و اون شعری که سروده شده به دری افغانستان نزدیکه. که کامنت ها بچه ها باز هم کمک میکنن، ولی خیلی قشنگه این حجاب کاملی که دارن. جالبه. ولی از تاجیکستانن. آره همه جمع شدن اونجا عشق کنن. نظرای خودم میدونم رفتار و گپ و گشت گزارش دگرای خودم میدونم لبخند شیرین لهجه زبان شکرای یاری جانومه همسایه شیدم خوبای یک جای شیدم خوبای دو جفتکی بدی سایه در سایه شیدم خوبای دو نودنی حال سایه در سایه شیدم خوبای ای افتاب زده در تگ دالو نکمه سهری روزه رحمه نکده بر دل نادو نکمه زغم سوزه روزه بشوه در برم همسایه شوی ای دل جانه همسایه شویم خوبه دارن توطئه میکنن. آره رقیبه دیگه، رقیب عشقی. کلی هم رفیق داره این. آره اون پسر بچه محلیه که تخصه. آفرین. از اوناییه که سر به راه نمیشه به این راحتی ها. دیدی چه قشنگ بود رقص با اون چوب ها شبیه قاشق. آفرین قاشق معروف. یا شویم خوبه دو جفتکی بدی سایه در سایه شویم خوبه دو نودنی حال سایه در سایه شویم خطرناک میشه. جان کار همون هست. چشم انتظار. هی بچه میام گفته و آواز کرد آمدن های شهید دروازه کرد ششتا بدم پنجه به دروازه کرد آه در زدن ناش زنگ دلم تازه کرد ای جورا میام گفته و آواز کرد آمدن های شهید دروازه کرد شناختشون انقدر توی اکثر کلیپ ها هستنشونشون، همون بانویی که در سریال پایتخت هم بازی کردن و هنرمند بسیار دوست داشتنی هم. خیلی قشنگ شده. یعنی این سبکی کلیپ سازی تاجیکستان رو من تازه کشف کردیم دیگه. خیلی قشنگه. خوشم میاد. یعنی در کنار شعر، موسیقی، اکت، رقص، شادی، فیلم داری میبینی دیگه. پدر داماد ورزشکاره دیگه. قدر زیباست این طبیعت. هی وعده امروز پگه میکنه چشمی مرا چار بره میکنه دیده و دل سوخته که با بیغمش دری کنه دست من دامنش هی جورا میام گفته و آواز کرد آمدن های شهید دروازه کرد جورا میام گفته و آواز کرد آمدن های شهید دروازه کرد میگه چرا دیر اومدی؟ یک بچه گذرمان بعد یک مسابقه مچندازی با پدر عروس بره، اگه تونست میتونه این دیر اومدنشو جبران کنه. چقدر زلیخا جون شبیه چیزه آرام جعفری. مریم مقدس بود. در نقش مریم مقدس نبود، یکی دیگه بود اسمش. آرام جعفری. اسم شبنم قلی خانیه اون. شبنم قلی. آرام جعفری کیه؟ پس شبیه شبنم قلی خانیه. آره شایدم.
شبیه اونا هم. چشماش مثل بادام سنم خندیدم رفت. همه جمع میشن برای این مسابقات. بلند بزه بای کرکسانی سفیدای قدش بلند بزه بای کرکسانی سفیدای ای اوباما اومدای سنم خندیدم رفت. ای اوباما اومدای سنم خندیدم رفت. اوه این دختر مال منه ها. کمک کرد. یک بچه گذرمانه دیدم خندیدم رفت. چشماش مثل بادام سنم خندیدم رفت. الهی آمین. مبارکا باشه مبارکا باشه. چقدر قشنگ اون بود. موقع تا حالا چه دوباره فیلمی دیدیم. دوباره من. آره شبیه تو بود. یعنی تو بودی. همینقدر را بچه ها. خیلی بامزه و قشنگ بود. حسابی لذت بردیم. بسیار ویدیو کلیپ های این شکلی زیباست و اصلا طبیعتی که ما از تاجیکستان توی این ویدیو دیدیم خیلی قشنگ. خارق‌العاده بود. آره. یعنی هیچ نمونه دیگه انگار نداره. اصلا عجیب بود. خدا رو شکر به هم رسیدند. چی میگن دل به دلدار رسید و حسابی چه صدایی داشتن بانو. واقعا قشنگ. واقعا قشنگ بود. هم شعر هم آهنگ هم بازم میگم اون روستایی که اصلا دلم کشیده یه سر همین الان پاشی بریم مثلا. پاشو برو. بریم. انشالله که یه روز میایم و میریم فرخار. درست بود؟ فرخار. حتما لایک ویدیو رو بزنین. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم لذت کافی رو مثل ما برده برده. باشید. قربون شکل ماهتون باش به کلاتون تا یه موزیک دیگه. خدا نگهدار.